بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تمام بحث نسخه نویسی و نسخه خوانی را در یک ویدیو به شما توضیح خواهم داد. پس تا آخر ویدیو با ما دکتر عبدالنواب ستاری همراه باشین. اولتر از همه نسخه یا پرسکریپشن چیست؟ عبارت از یک زبان مشترک بین تمام پرسنل طبابت است. یعنی زمانی که یک نسخه نوشته میشه هر دکتر که میبینه نسخه را نظر و میفهمه که مریض چی مشکل داره، کدام دواها را چقدر وقت به چی تعداد گرفته. یک زبان مشترک است بین تمام پرسنل طبی. در مسئله تعریفش عبارت از یک برگه حقوقی بوده که وقت دکتر رو امضا میکنه تمام پیامدهای قانونی و حقوقی و جزایی و ناشی از مصرف دوا را چی میکنه به عهده میگیره. و یا نسخه یک سند رسمی به دواساز یا فارماسیست جهت توزیع دوای تجویز شده می باشه. خب دوا بر اساس مصریت دوا انتخاب میشه. یعنی زمانی که ما یک دوا را بر یک شخص توصیه میکنیم باید دمون مریضی که داره مؤثر باشه، مسون باشه، به شخص که مشکلات دیگر ایجاد نکنه، خصوصا در کسایی که خانمایی که حامله می باشن یا شیرده می باشن یا دو طفلک‌ها یا اشخاص پیر، ما بیشتر مواظب می باشیم و مسئولیت از اون را مد نظر می گیریم. قیمت دوا که مریض گرفته بتونه دوا را و مساعد بودن استعمال دوا، یعنی شخص دوا را استعمال کرده بتونه. مثلا به یک طفل که خورده است حدود 1 ماه و 2 ماه می باشه، بعد از اون اگر تابلت استفاده توصیه میکنیم، اونا معمولا دوا را به صورت تابلت گرفته نمیتونن. یعنی دوا را به قسم توصیه میکنیم که شخص بتونه از او استعمال کنه یا استفاده کرده بتونه. حالاتی که تطبیق دوا ایجاب دقت بیشتر میکنه بر اشخاصی که سنش بلند است یا سن پیشرفته دارن و یا پیر هستن، به خانمایی که حامله هستن یا شیر میتن، به طفلک‌ها و اشخاصی که مشکلات عدم کفایی کبد یا جگر می داشته باشن یا گرده هایشان به صورت درست کار نمیتن یا عدم کفایی کلیه دارن یا امراض دیگه دارن مثل شکر و فشار بلند و دیگه امراضی که می داشته باشن. این حالت ها را باید ما دقت بیشتر کنیم. و یا مریض بعض دواهای دیگر را میگیره، کدام دواهایی که استفاده میکنه نظر به او باید دقت بیشتر کنیم. مشخصات مهم در نسخه مشخصات دکتر است. نامش، تخلصش، تخصصش معمولا در قسمت بالای نسخه نوشته می باشه. دیگه مور و امضایش است، آدرس و شماره تماس اینا معمولا در پایین نسخه نوشته می باشه. دیگه مشخصات مریض است که نام مریض، تخلص مریض، سنش، جنسش، علائم حیاتیش و بعضا وزن و گپایش هم نوشته میشه. تاریخ یک گپ مهم است که در هر نسخه باید به صورت دقیق نوشته شود. دیگه نام و مشخصات دوا. نام دوا اگر نوشته میشه کوشش شود که به صورت نام جنریک یا نام اصلیش نوشته شود، نام‌های تجارتی نوشته نشه، چون اگر فارماسیست به صورت درست خوانده نمیتونه و مشکل ایجاد میشه، ممکن است که جای یک دوای دیگر بده و بر شخص مشکلات زیاده پیش شود. دیگه شکل یا مستظهر دواییش است. مثلا اگر نوشته میکنیم پاراستامول باید مستظهر یا شکل دواییش نوشته شود، تابلتش، اینفیوژنش یا امپولش چیش، این باید مستظهر دواییش چی شود نوشته شود. دوزش به چی مقدار شخص استفاده کنه. مثلا نوشته میکنیم تابلت پاراستامول 500 میلی گرم، 500 میلی گرم چیش میشه؟ دوزش میشه. تعداد دوا، چند دانه دوا از بگیره، 10 تا بگیره، 20 تا بگیره. دیگه نحوه و زمان مصرف دوا این برش باید نوشته شود. مثلا یکی در 2 نوشته میکنن یا BID نوشته میکنن، یعنی در 24 ساعت 2 دفعه هر 12 ساعت بعد شخص استفاده کنه، یا یکی در 3 نوشته میکنن یا TID نوشته میکنن که در هر 24 ساعت بعد 3 بار. این باید نحوه و زمان مصرف دوا نوشته شود. دستور مصرف دوا نوشته شود.
یکی دوا چگونه استفاده شود، مثلا قبل از غذا یا بعد از غذا، یا چی زمانی استفاده میشه و چی مدت استفاده میشه، اینا باید نوشته شود. دیگه یادداشت ها یا هشدارهای ویژه که در صورتی که نیاز می باشه برای شخص نوشته میشه. مثلا دوا رو وقتی که بر شخص توصیه میکنه، پرهیز غذایی میته دکتر، یا مثلا نوشته میکنه در صورتی که حساسیت به شخص ایجاد میشه قطع شوه. اینا دستورات ویژه هستن که در نسخه چی میشه نوشته میشه. اینجا ما دو نمونه نسخه را داریم که در قسمت بالا، قسمت که گفتم مشخصات خود دکتر، نامش، تخلصش و رشته تخصصیش نوشته میشه. در قسمت پایینم شماره و آدرس و گپاش نوشته میشه. دیگه مشخصات خود مریض است که شامل نام و سن و سال و جنس و گپاش میشه. دیگه علائم حیاتیش است، مثلا بی پی نوشته کرده، یا بلاد پرشر یا فشار خون، پی آر یا پولس ریت یا تعداد نبضش چقدر می باشه. یا فشار خون معمول نرمالش 120 در 80 است، پولس ریت یا تعداد نبض 60 تا 100 نرمال می باشه. ریسپیراتوری ریت یا تعداد تنفس در یک دقیقه چند است که در بعض کتابا 15 تا 22 میگن و در بعض کتابا 12 تا 20 گفتن حد نرمالشه. دیگه تی یا تمپریچر یا درجه حرارتش است 37.5 درجه سانتیگراد که از 36.5 تا 37.5 حدود نرمالش می باشه. وایت یا وزنش، هایت یا قدش. دیگه سی سی یا چیف کامپلنت یا کلینیکال فایندینگش، چیزایی که پیدا میکنه دکتر یا مشکلات عمده که مریض داره اون نوشته میشه. مثلا اینجا نوشته که در احساس درد در استخوان و مفاصل، درد و ضعف عضلانی به خصوص بعد از تمرین و کار فیزیکی، سوزنک زدن کف دست یا پا. اینا مشخصات عمده است که یا مشکلات عمده است که مریض می داشته باشه و در قسمت چی میشه ذکر میشه. یا مثلا در اینجا کلینیکال فایندینگز نوشته کرده که ناسیا یا دلبدی داره، ابدومینال پین درد بطنی داره، تنیسموس یا مشکلات دفع دردناک و در قسمت مدفوع یا ادرار می داشته باشه. هیستوری آف ریفلکس یا شخص همو ریفلکس یا برگشت تیزاب میده می داشته باشه. دیسپپسیا یا سوی هضم می داشته باشه. و نوشته کرده که پوزیتیف آف اچ پایلوری استول یا شخص در مواد وایتش معاینات که کرده یا اچ پایلوری چی شده به صورت دقیق مشخص شده. دیگه گفتم نام دواست، مثلا اینجا نوشته کرده تابلت لیفالکس، نامش نوشته کرده، نام جنریکشه، نوع مستحضر دوایش که تابلت است، کپسول است یا چی است نوشته شده. دیگه دوزش مثلا 500 میلی گرم، تعدادش 28 تا و نحوه مصرفش 1 در 2 یا در 24 ساعت 2 بار. دیگه طریق استفادهش، زمان استفادهش بعد از غذا نوشته شده و یگان مشخصات گفتم یگان هشدارهای دیگر رو نوشته کرده. مثلا just avoid citric acid contain foods یا از مو غذاهایی که حاوی سیتریک اسید هستن یا تیزاب معده بلند میبرن، از اینا باید جلوگیری شود. و نوشته کرده که 14 روز بعد دوباره چی کنم مراجعه کنم. این یگان هشدارهایی است که در یگان نسخه نوشته میشه. و یا در قسمت تابلت نوشته کرده نوع مستحضر دواره، نام دوا کلسیم دی، تعداد 60 تا 1 در 1 یعنی در 24 ساعت 1 بار استفاده شود. دیگه مثلا امپولش نوشته کرده، نام دوا، دوزش و مقدارش مصرفش. و یا اینجا نوشته کرده که بعد از اتمام امپول ها هر 2 تا 4 هفته یک عدد از این دواها چی استفاده شود. اکثریت کسایی که پرسان میکنن میگه که همین دی اکس و آر اکس
که در نسخه ها نوشته می باشه معمولا چی مانه؟ DX یا دیاگنوز یا تشخیص ما، ای که دکتر چی تشخیص میکنه، کدام مریضی رو نزد شخص تشخیص میکنه و رو نوشته میکنه. مثلا اینجا نوشته است که اوستیومالژیا یا پوکی استوان، یا مثلا در این قسمت دیاگنوزش نوشته کرده که تشخیصش اچ پایلوری ایندیوسد دیسپپسیا، اچ پایلوری که سبب چی شده؟ دیسپپسیا یا سوء هاضمه شده. اینجا تشخیص ما نوشته میکنه. آرکس یا ریسپت به این معنی است که اینمی دواها را چی که بگیر. مثلا بعض دکترها یک آرکس نوشته میکنه و همون دواهایی که لازم است برای مریض توصیه میکنه. خب علائم اختصاری علائم اختصاری مستحضرات دوایی که مثلا SOL نوشته میکنن یا سولوشن نوشته میکنن. LOZ یا لوزنج است که همون دوایی است که مکیده یا چوشیده میشه. سپوزیتوری یا مقعدی. ویل همون دواهایی است که داخل متبانک‌های کوچک می باشه، مثل سفتراکسون و امپینسیلین و بعض دواهای دیگه. اسپری دوایی که به صورت اسپری می باشه نوشته میکنن اسپری دیگه. EFF یا افرفسنت یا همون دواهای یا تابلت هایی که به صورت جوشانده می باشه مثل ویتامین سی و اینا. TB یا تابلت، CP یا کپسول، چیوتاب یا چویبل تابلت، یعنی تابلت های جویدنی. POW یا پودر، SUSP ساسپنشن یا بعض شربت هایی که به صورت پودری یا خشک می باشن و ساسپنشن میگن دیگه. سیروپ یا شربت، الکسیر هم شربت است، اما فرقشون است که یک مقدار گلوکوزشون در بعضایش زیاد است دیگه. SER یا سیروم دیگه. دراپ یا قطره. POM همون پاماد یا مرهم میگه. CRE یا CR نوشته میکنن که منظورشون کریم است. اویل یا روغن. EMP یا ING نوشته میکنن انجکشن، منظورشون هم امپول است. OINT اوینتمنت یا مو پاماد یا مرهم میگه دیگه. LOTION یا لوشن. لوشن هم فرقش با پاماد یا مرهمی است که مقدارش زیادتر می باشه و مایع تر است، تمام بدن مثلا چرب میشن، یعنی برش چی میگن؟ لوشن دیگه. مخففات مصرف دواست. AC یا انتیسیبوم قبل از غذا، PC یا پوست سیبوم بعد از غذا. سنگل دوز یعنی یک بار در 24 ساعت استفاده شود. سنگل دوز ببخشین، یک بار استفاده شود. BID یا یک ضرب دو نوشته میکنن، یعنی در 24 ساعت دو بار هر 12 ساعت بعد. TID یا یک در 3 در 24 ساعت 3 بار هر 8 ساعت بود. QID یک در 4 یعنی هر 6 ساعت بعد هر روز در 24 ساعت 4 بار استفاده شد. این بود درس امروز ما و نسخه خوانی. انشاءالله که مفید تمام شده باشه. اگر مفید تمام شده باشه لطفا لایک و سابسکرایب کن و نظریاتتان با ما شریک بسازین. تشکر از توجهتان. وقتتان خوش. خداحافظ.